سلام، من امیرحسین صدیق هستم. نمیدونم میدونین یا نه، من علاوه بر کار بازیگری تا حالا تو تلویزیون و سینما مدت هاست از کودکی به نقاشی، مجسمه سازی علاقه من بودم. خیلی جاها طراحی تیتراژها رو کردم، خیلی کارو کردم در زمینه هنر تجسمی. جز علاقه‌مندان هنر تجسمی هستم. اخیراً در این شرایط جنگی شنیدم که یک جوون با ذوق و استعداد کاری کرده که دلمو برده. یک کار هنری که تو این روزا که هر اتفاقی میفته و بعضی وقتا حالمون بد میشه و مجبوریم یه سری کارهای احتیاطی رو انجام بدیم. در راستای این کارهای احتیاطی یه کاری کرده که هم توش هنره، هم حال خوبه، همین که به دیگران روحیه میده که تاب و وریشون بره بالا و بتونن این روزای سخت و با یه حال بهتری بگذرونن. میخواستم که این حال خوبه این دوست جوونمون و گروهش رو با شما به اشتراک بذارم. با من همراه باشید. سلام علیکم. حال شما خوب آقای موسوی؟ سلام علیکم. حال شما خوبه؟ ببخشید بچه‌ها اومدن. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ با اجازهتون ببخشید مزاحم شدیم. حال شما خوبه؟ سلامتی، من یونسه. سلامت باشین. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. و تیمتون 3 نفر است. بله. به به، خسته نباشید. چی کار دارین میکنین؟ گفتم من یه اطلاعاتی قبلا داشتم، دارین چسب میزنین ولی چه شکل عجیب و خوبیه. همون چسبکاری ایمنی که توصیه شده. برای جلوگیری که اگر تو بمباران و اینا یه وقت ما یه 2 تا تغییر دادیم، یکی رنگ، یکی هم طرح. آفرین. که علاوه بر اون بحث ایمنیش یه جلوه‌ای هم بده به خونه مردم. این ایده‌تون اصلا از کجا اومده؟ ایده والا از یه پروژه‌ای که دستم بود برای بحث طراحی گرافیک، با این چسب رنگی کار کرده بودم و از اونجایی که دوست داشتم یه کاری انجام بدم اومدم سراغ این که یه فضای خوبی درست بکنم. خانم‌ها همکارتون هستن؟ بله، خانم باقری، خانم اسماعیلی. خوشبختم خانم باقری. من این مسیر اضافه شدن و با هم آشنا شدیم. خب طرح رو کجا بردین؟ کجا پیشنهاد؟ تو فضای مجازی. فضای مجازی. آره، اولش هم اینجوری بود که من فقط پیشنهاد بدم که خودتون انجام بدید، ولی اینقدر استقبال شد ما فهمیدیم یعنی که به مردم میشنن که با چسبای رنگی میتونن آره کار بکنن. آره. بعد اونی که میگن که تقسیم بندی بکنید اینجوری، نمیدونم تقسیم بر 4 کنید تو هر کدوم یه ذره کوچیک‌تر. چسب معمولی رو معمولا میگفتن قدیما بله. تو جنگ زمان عراق تا الان میگفتن اینجوری بزنن. بله. اون چیز دیگه، یه اصطلاح بین خود بچهای هلال احمر هستش، میگن ایکس پترن. میگن اون موج رو تقسیم میکنه به کل شیشه و باعث میشه که اگرم بشکنه همونجا بریزه و خدمت شما عرض کنم که ایمنه. سید جان، دوربر خونه شما رو زدن اصلا؟ بله. یعنی بمب زده بودن؟ وسط‌های جنگ بود که خب ما نزدیک میدون شهدا هستیم. اداره برقو که زدن. اداره برقی که زدن خیلی آره. هم سخت زد. من خودم خونه نبودم، خانومم خونه تنها بود. فقط بهم خبر داد، اصلا نفهمیدم چجوری خودم رسوندم خونه.
در میدان شهدا حضور داریم، جایی که تقریبا در ساعت 13:30 دشمن متخاصم امریکایی صهیونیستی اداره برق میدان شهدا رو مورد هدف قرار داده. همونطور که میبینید در کنار اداره برق یک سری واحدهای صنفی و مسکونی هم اینجا مورد تخریب قرار گرفتن. شیشه شما هم ریخته بود؟ شیشه ها خیلی به شدت لرزیده بود و حالا خدا رو شکر نریخته بود. این شما به آره. و حالا تنها بعدش این بود که ایشون خیلی ترسیده بودش. خودم رو رسوندم و دیگه دیدم خونه آسیبی ندیده خدا رو شکر. ایشون هم فقط حالشون بد شده بودش. الحمدلله. بعد چی شد که به ذهنت رسید که چسب زده بودی قبل از اون؟ آره خودم چسب زده بودم. آره دقیقاً. کثیف و اینا. بچه‌ها رو پیدا کردی، طرح و ایده‌شون رو قبول داشتی، میشناختی از قبل، دیده بودی کارشون؟ بله کارشون دیده بودم، خیلی کار قشنگیه و دیگه ازشون خواستم طرحم خودم انتخاب کردم و چند تا بعد عالم بیچارهشون سرشون شلوغه تا بگی و برسن. سرشون واقعا شلوغه. به فکر نرسید خودت انجام بدی؟ بچه‌ها همینجور که میگن طرحو بدن تو الان که دارم خروجیشو میبینم خودم گفتم که دست به کار بشم و خروجی خوشگل رو دیدم که خدا آدمو میتونه واقعا. بسیار عالی. ما یه داستانی که داریم مثل این شیشه که میبینید، اگر یک طرحی باشه که از اون فاصله داشته باشه، از اون الگوی استاندارد، ما قبلش با چسب شفاف در واقع چسب کاری میکنیم و بعد طرحمون رو روش میزنیم. یعنی که مراقبت میکنه که ایمنیش رعایت بشه. اگر طرحتون خیلی سبک‌تر و باز بود، بعد روش از رنگ و طرح و اینا استفاده میکنیم. متریالی که استفاده میکنید چی این چسبا رو؟ این همون چسب 5 سانتی است که همه جا استفاده میشه. فقط ما رنگیه. به ویژه برای اسباب کشی ساداش. رنگیش تو بازار یعنی هست؟ من بیارم رنگای دیگه هم رنگای دیگه هم دارین؟ اوه همه رنگی هم دارین؟ بله اون رنگایی که گیرمون چقدر تنوع رنگی داره؟ چند تا رنگ الان دارین؟ تقریبا 6 7 تا داریم. این همون چیزها رنگ دهه 60 سنتی هست. آفرین. چسب قدیمی که اینا هم ضخامتشون مهمه. چی شد اصلا رفتی سراغ چسب؟ این کلا شما به واسطه شغلمون طراحی گرافیک همش نمادین داریم فکر می‌کنیم. ولی یه متنی هم داریم، شاید بخونم براتون جالب باشه. زبدره رو یه جور منع میدم. زبدری که برای اینکه ممانعت از شکستن. از اونجایی هم که پنجره‌ام راه ارتباطی آدم‌هاست با آسمون و شاید آخرین راه ارتباطی آدم‌هاست با طبیعت، احساس کردم که جنگ انگار داره منع میکنه آدم‌ها رو از این زبدره بزرگی که ارتباط رو قطع کنیم بمونیم. من اومدم تغییرش دادم که آقا شما میتونین علاوه بر اینکه ایمن بکنین، منع نشین از آسمون. بعد از اینکه خونه‌های خودمون رو زدیم، مثلا من خونه مادر خانومم زدم چون اونجا اقامت داشتیم، اجازه گرفتم ازش. واسه طلاق که نشد؟ نه فعلا نشده. من خودشون هم دوست داشتن. زدم عکس. نه از نظر اینکه طرحی که زدم اصلا طرحشو مثلا سلیقه اونا رو پرسیدی اصلا یا یه طرحی رو پیاده کرده بودی نشون؟ نه یه روزی که استراحت می‌کردن بلند شدن دیدن که کل پنجره‌هاشون رنگی شده بدون هماهنگی. بله کاملا. برای همین می‌پرسم. فعلا به خیر گذشته، مشغول جنگم. اولین کار اون بود. بعد استوری کردم توی بله یه متن نوشتم که آقا اینو میتونیم اینجوری انجام بدیم، منم میتونم بیام کمکتون بدون روح. آفرین همه حرفا رو زدم. همین منی داشته باشیم. حالا این روش هم استحکام رو حفظ میکنه، یعنی از اون نظر ببین یه بحثی هست که میگن اصولا چسب دادن
خیلی کاری نمیکنه، ولی به نظر من به هر حال یه کاری میکنه، چون حالا تو که بهتر تحقیق میدونم که تحقیق کردی. کجا اول بگو؟ فکر کنم با دانشگاه شریف یا با بچه هلال از دو سمت مورد انتقاد قرار گرفتیم. از دو سمت؟ از دو سمت. یک سری گفتن که آقا اصلا طرح‌ها ایمن نیست، باید چسبشو بیشتر کنی. یه سری گفتن اصلا چسب نزنید. یه مقاله شرکت استارتاپی بود به که جای چسب چیکار کنن؟ پتو بزنن اصلا. یعنی یک چیزی باشه، حافظه باشه که کلاً جلوی حرکت شیشه. آره همون ابتدای کار ما هم بود که کلی پیام اومد سمت من مزاحم کارت نباشه، نه، بیارم خواهش که کار می‌کنم، میکنی. خواهش می‌کنم. کمکی از سلامت دست من باشی. برمیاد انجام. باعث افتخار اگه تجربهش عزیزم، بکنید که خیلی باحال. حتما طرحتون رو بعداً به من اینه طرحتون. تقریبا اینه دیگه، یک طرح سروی که ببخشید. حالا اینم اتفاقا جزء طرح‌های چیزی بود که خیلی استقبال شد. اینو زیاد زدیم چون آدما درگیر مقاومت هستن توی اینجا و سرب ایرانی آفرین. نماد چند هزار ساله‌ای، نمیدونم شما دیدین یا حتما بله. بعد صحیح‌ترش نشون میدین، ولی دوست دارم اینو ببینم. خیلی خوشگله. بله. خیلی منظر خوبی، ولی با ابعاد این شیشه الان اینجور در نمیاد. یه دو تا چیز گذاشتم، بازو گذاشتم براش. اینو بزرگ و کوچیک می‌کنم. معمولا خودتون میرین کار رو انجام میدین؟ این یه داستانی داره. من یکی از فلسفه‌های مهم این کار برام این دستورزیه بود. فکر می‌کردم که یه قشری هستن توی جامعهمون که شبا نمیان بیرون، خشمشون رو فریاد بزنن، ترسشون رو فریاد بزنن، بغضشون رو فریاد بزنن، افسردگیشون رو فریاد بزنن. به هر دلیلی که هر کسی میدونی. یه عکس‌العملی داره تو شرایط بعدی. مخاطب اصلیم اینا بودن که آقا تو خونتون که نشستین، سر کار که نمیری، مدرسه‌ت که تعطیل شده، مسافرتت که به هم خورده، عیدت که به هم خورده، بیا خودت انجام بده اینو، چون این انجام دادنش واقعا آدمو رها میکنه. چون یه ساعت اصلا، نیم ساعت اصلا تو بحث روانشناسی یه چیزی هست که میگه در شرایطی که یه ذره فشار عصبی بیشتره، اذیت میشین یا چیزی دیگری، یه کاری رو با دست انجام بدین. بله. یعنی یه کار فیزیکی که حتی میگن ظرف شستن معمولی، بله. چه میدونم جارو زدن، یه کاری با دست. حالا کار هنری که دیگه اصلا آره، کار هنری اینه که تو هم موقعش لذت میبری یا شما تجربه داشتین، هم بعد از اینکه انجام میدی میای دو قدم عقب هی نگاش میکنی. و این چیزیه که هست دیگه، حالا درست موقته ولی حالا دوست ما با ما هست دیگه. هر روز رد میشین نگاش میکنیم حالا خوب میشه. تو خونه ها رو استاد من فشار میارم که آقا خودتون انجام بدین. تلفن حتی میرم بعضی موقع ها میرم اولش انجام میدم، بعد یواش یواش از اونجایی که حالا اعتماد به نفس آدم نسبت به کار هنری پایینه، یواش یواش میدم حالا شما رو پیاده میکنم. صبر کنید. من الان پایم اتفاقا خیلی علاقه‌مندم. بگو با چه رنگی؟ من این طرحتون تو زرد نمیبینم. نه سبز بزنید. ببین سرش کج، ایراد نداره، سر کج رو بندازم پایین. بذار اینو میذارم پایین مثل خود اینجا وسطش من یه علامتی زدم. علامت داری؟ آره اینو برید بالا صاف. خب ارتفاعش هم حدوداً اندازه حدودیه دیگه، یه ذره دلی هم هست. آره اشکالی نداره. خب با اصلا خطاهاش جالبه، حبابش جالبه، کج بریدنش در منزل مراقب باشید با کاتر خیلی یه ذره بالاتر بگیرین که بعد بلندتر بگیرم. میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. خب داشتی میگفتی که کجا تا حالا رفتین که برای جالب بوده، تجربه جدیدی بوده، اتفاق عجیب جدیدی افتاده؟ غیر از منزل و منازل یه هتل جنگ زده ها رفتیم، خیلی خوب بود برای من، خیلی خوب بود. خانواده‌ای که تو همین جنگ آفرین، هم خانواده ها خانمان بودن. شده بودن آفرین. تو هتل اسمان بهشون، خانواده ها بودن، هم مربی هایی که اومده بودن به اونا بازی بدن. بعضیشون 20 روز 30 روز از در اتاق بیرون نیومده بودن، فقط برای موارد ضروری. من با خانواده‌ای که برشون اتفاق افتاد برخورد کردم، دیدم خیلی تاثیر مهیبی روشون آدم مثلا نمیتونه خودشو چیز کنه جای اونا بذاره. دقیقاً. یعنی اینجوری فکر میکنه آقا مثلا میرم هتل خوب تهران و غذا میارم. دیگه هتل دیگه نه لازمه جارو کنم نه. آره ولی اصلا اینجوری نبودم، کاملا افسرده. من میمدم گفتم آقا میشه بیاید کمک و از این حرفا، با بیمیلی میومدن کات. یک رو به بعد آقا میشه یه پنجره دیگه با ما بدی؟ پنجره 2 3 4 کمک به یعنی به همین سرعت.
آره بعد ما تا غروب وقتمون بود، شام آوردن نرفتن، وایسادن کار کردن. یه خانه بود طراح گرافیک بود، اسمشون رو نمیارم. من اصلا داشتیم میومدیم چسبا رو دادم به ایشون، گفتم آقا این خدمت شما باشه، اگر دوست داشتین با بقیه که از هتل نیومدن بیرون ادامه بدین، چون پنجره زیاد مونده بود. خب دیروز شنیدم که پر شده. هتل پر شد، اون شیشه اون محوطه‌ای که دستمون بود که قسمت ایونت اون هتل بود، دیروز فهمیدم که پر شده، یعنی همین خانم با هم. آره اونجا من گلو زدم به قول معروف، یعنی هدف میتونستم اونجا بگم دیگه خب من کارم کردم خداحافظ. آره این بهترین لحظه کار ما بود واقعا. دوستان خسته نباشید. بفرمایید چای میل کنید. ای دست شما درد نکنه آقا سید، من ادامه کارو به شما میسپارم. بفرمایید چای بعد بیارم یا اونو بزنید عزیزم. بفرمایید خانم، ما خسته نباشید. شما دارین تقریبا تموم بشه، یه جایی حباب داره. آره بله. اون حباب اذیتتون نمیکنه؟ ببینید ما کاری که داریم انجام میدیم، شما فرض کنید که یک نقاشی داره یه تابلو میکشه، هر تاشی که داره با قلمو انجام میده یک حس و حالیه که داره منتقل میشه. بله. حالا این کار تو خونه با خانواده انجام میشه، یعنی هر یه حباب، هر یه چسب زدن دیالوگیه بین مادر و فرزند، پدر و فرزند. شما خاطره خاصی دارین؟ جای خاصی رفتین غیر از حالا منزل؟ مکان خاصی بوده که اتفاق خود عجیب خوبی افتاده؟ احمد جان چای بهت بدم همونجوری بخوری؟ یخ میکنه ها. بذار حداقل در شکلات بوده زیاده. یه دونه خوبش تو مسجد هستش. آره اون اولا خیلی هم تو اوج جنگ بودش، یعنی مثلا تازه کارمون راه افتاده بود، جنگ هم خیلی بالا گرفته بود. اون تایمی هم بودش که تهدید روی مسجد هم بود، یعنی مسجد تو حالت تخلیه بود. رفتیم اونجا با همه این اوصاف، یه مثلا فکر کنم 3-4 تا پدر مادر بودن که با هم دیگه دوست بودن و هر کدوم از اینا 2 تا پسر داشتن. فهمیده بودن که ما میایم اونجا، به بچه‌هاشون گفته بودن که شما برید کمک. نمیدونستن کار چیه، که عکسای کار رو از توی کانالا دیده بودن، فکر می‌کردن برشی‌ها رو برچسب بزنید. تا نزدیک 1 ساعت و نیم درگیر ایده پردازی بودن، هی کاغذها رو حروم می‌کردن، با هم دیگه دعوا می‌کردن، ماژیکو از دست هم می‌کشیدن. ولی همین که اون روزی که میتونه استرس‌زا باشه، اون روزی که بچه‌ها همش وای ماما صدای مثلا برخورد بود، صدای انفجار بود، به جای اینکه این اتفاق تو ذهنشون باشه، یه خاطره صبح تا شب خیلی خوبی تو مسجد تو ذهنشون موند. امیدوارم که این آتش به معجزه‌ای گلستان شود به مردم این سرزمین، که زندگی از همین مردم عطر معنا به خود میگیرد و صاحب تعریف میشود. معنای زندگی برای من بودن در کنار مردمانی است که عاشقانه دوستشان دارم. مردم سرزمینم، وطنم، ایران. عالی شده اینا. عالی شد. تمومه دیگه. آره تمامه. باریکلا. خیلی چیزی هم بگم. جونم هست. آقا ما یه ایده مرکزی داریم توی پنجره دلچسب. به نظرم تو همه کارا میتونه تامین پیدا بکنه، تو کارهای جنگ. علاوه بر اینکه اون مشکل رو رفع بکنیم یا اون محدودیت رو در واقع درمونش کنیم، میتونیم بهترش هم بکنیم. ما علاوه بر اینکه جنگ برامون یه محدودیت میاره که باید پنجره‌هامون رو ضبط در بزنیم، بالاخره آسمونه رو کامل نبینیم، میتونیم زیباش هم بکنیم. شبیه اینستالیشن هایی که توی جایی که خورده انجام میدن، مثلا پروانه میزنن، فنسا رو میرن یه کاری میکنن. آره باریکلا. تو همه کاری به نظرم این ایده مرکزی میتونه تامین پیدا بکنه. یعنی به همه چیز یه ذره زیباتر نگاه هم زیباتر، هم علاوه بر اینکه رفعش بکنیم بهترش هم بکنیم. آفرین. این خیلی مهمه. این من فکر می‌کنم توی زندگی شخصی همه در هر زمینه به قول خودت. چقدر حرف قشنگی زدی. سلام. اسم ایده‌تون پنجره دلچسب. پنجره دلچسب. جنگ خیلی بدی‌ها داره، اما یه خوبی داره. اونم اینه وقتی که جنگ میشه آدم‌ها واقعی میشن خودشون. دیگه نقابی در کار نیست، معلوم میشه کی پای کار مردم کشورشه و کی نیست. اونایی که کنار مردم میمونن خیلی دیدنیه.
برای چی اومدی ایران؟ برای چی نیام ایران؟ اینجا وطنمه. محل زندگیمونه، خاکمونه. ما با این خاک تعریف میشیم. مگه تو خود نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی پاوری تا آخرش با دستم. دشمنی بیاد من از ته برمیدارم، اجازه نمیدم. اگه جنگ بشه دوباره میری. تو چی؟ میری؟ من 70% هم حاجی، 30% مونده. فقط به خاطر خاک. ما هویتمون توی این خاک تعریف میشه. تو هر شرایطی، تو سخت‌ترین، ناامید کننده ترین شرایط، هیچ وقت بد ایران یا کشورتون رو نگید، چون زادگاه شماست، جایی که بهتون ریشه داده و باعث بالندگی و رشدتون شده. شب ایرانه، هیچ جام ایرانمون نمیشه. این همه کشور ما رفتیم دور زدیم، تش باز میرسیم به ایران. هر چی دارم از این خاک، از این مردمه. اصلا به نظر من آدم باید پوز بده که ایرانیه خودش.